ساکنان 52 روستای بخش شاوور شهرستان شوش هنوز از نداشتن آب شرب بهداشتی رنج میبرند. روستای دهیمه یکی از همان روستاهایی است که ساکنانش آب آشامیدنی خود را از برکه‌ها و یا زهکش‌های کشاورزی تأمین می‌کنند. دختر خانم، شما همیشه لباسات تو این آب میشورید؟ بله، از این آب لباسم میشورید. خب از کدوم آب برای خوردن استفاده میکنید؟ از این آب. در حالی که 1/3 آبهای سطحی کشور در خوزستان جاری است، اما نکته قابل تأمل، هنوز 250 روستای بالای 20 خانوار این استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. شما هر روز از این آب مصرف میکنید؟ بله. 52 روستای بخش شاوور هم با جمعیتی حدود 20,000 نفر در حالی که نزدیک رودخانه‌های دز و شاوور قرار گرفته‌اند وضعیت حادی از نظر آب شرب دارند و ساکنان این مناطق هنوز آب شرب غیر بهداشتی مصرف می‌کنند. آب کثیف، هممون مریض شدیم، هممون مریضیم. زمستان و تابستان از همین آب میخوریم. کلی بچه همون مریض شدن. نوزادی که بدون میاد از این آب میخورن. بخشدار شاوور میگوید این بخش 118 روستا دارد که نیمی از آنها آب شرب سالم ندارند. اون چی که ما رو خیلی متاثر کرد این بود که ساکنان این روستا حتی مجبور بودند از برکه‌ای که احشام درون اون قرار داشتند آب آشامیدنی خودشون رو تأمین کنند. ساکنان این مناطق چاره‌ای جز استفاده از این آب ندارند و این مسئله به بروز برخی بیماری‌ها در آنها دامن زده است. پروژه درست کردن اینجا ولی تا حالا کسی نیومد اینجا. 10 سال هم 15 سال هم طول میکشه اینجا پروژه. به نظر میرسد سالهاست اجرای طرح‌های آبرسانی به این مناطق به طول انجامیده است. در چنین شرایطی ضروری است طرح‌های کوتاه مدتی که به سرعت بتواند مشکل آب آشامیدنی روستاهای استان از جمله بخش شاوور را حل کند به مرحله اجرا درآید. 8 سال محرومیت از نعمت آب آشامیدنی و سالم در 24 روستای کرخنور در استان خوزستان باعث شده است تا اهالی این روستاها از آب گلالود و غیر بهداشتی چاه‌ها و نهرها استفاده کنند. این روستاها از توابع بخش حمیدیه با بیش از 3500 نفر جمعیت تنها حدود 20 تا 30 کیلومتر با مرکز استان خوزستان یعنی شهر اهواز فاصله دارد. اهالی این 24 روستا آب آلوده و گلالود نهرها و چاه‌های دور و نزدیک محل سکونتشان را در ظروف جمع‌آوری کرده و پس از 24 ساعت نگهداری و ته‌نشین شدن گل و لای با این امید که آلودگیان از بین رفته و تصفیه شده مصرف می‌کنند. بچه همون اسهال میگیره وقتی از برج 1 تا برج 7 این آب رودخونه کم میشه بچه ها اسهال میگیره. یعنی خیلی ما ضرر داریم. هر روز بچه همون میبریم بهداشتی هم نداریم. زکش ها داره تو رودخانه میریزن. این رودخانه هم به حساب رودخانه آب شوری هست و هم زراعتمون از بین رفته به حساب هم مردم بیشتر از امراض اسهال و اینا. الان چند سال شما این وضعیت رو دارید؟ 8 سال. به گفته برخی از اعضای شوراهای اسلامی روستا 8 سال پیش تصفیه خانه آبی در آن منطقه تأسیس شد که علاوه بر خوشحالی و رضایتمندی روستاییان رونق منطقه را نیز در بر داشت. تقریبا 8 سال این تصفیه خونه به صورت از رد خارج و لوله های فرسوده شده هستش و فقط وعده هایی میدن ولی به حساب عمل نکرد. آب این روستاها که از تأسیسات آبرسانی شهید هاشمی نژاد تامین میشد قطع شده و مردم مجبور میشن از آب گلالود و آبهای کثیف آب چاه استفاده میکنن که این امر سبب شیوع بیماری‌های روده‌ای و اسهال و غیره شده. شاید کمی دقت و توجه به مسائل و مشکلات این روستاها که اهالی آنها سالهاست به وعده مسئولان دستن در کار در جهت رفع این معضل و دیگر معضلات منطقه دلخوش کردند بتواند گامی اساسی و مؤثر در جهت خدمت به مردم این مرز و بوم باشد.